سلام همگی، حالتون چطوره؟ من فرشاد نادری هستم از تورنتو کانادا. امروز قراره با هم یک آنباکسینگ خفن و یک بررسی از سری جدید مکبوک پرو از شرکت اپل داشته باشیم که چیپست خفن M4 روشه. خودم خیلی هیجان زدم بعد از مدت‌ها لپتاپ قدیمیم، لپتاپی که الان استفاده می‌کنم لنوو کورای 5. خدایش واقعا خوب کار کرده ولی دیگه از نظر پرفورمنس جوابگوی کارهایی که میکنن نیست و وقتش بود که یک آپگرید همچنین قابل توجهی بکنم و به وقتش انجام دادم. حالا بر اساس نتایج و پرفورمنسی که در اومده حالا بعد بریم خودمون با هم تست کنیم ببینیم که چجوریه، تمام بنچمارک ها رو بگیریم روش تست انجام بدیم و ببینیم چقدر واقعا خفنه. توی سایت اوردر دادم، بعد یه هولوش 2 ساعت دیگه برم اونجا و از یکی از استورهای اپل در واقع اوردرم رو بردارم یا هم پیکاپ بکنم. Let's go! خب بزن بریم. به سالا رو از تو جوش در آوردیم. اینوری بزنم که مشخص باشه. M4 Pro چیپ 24 گیگ مموری و 512 گیگ استوریج داره. فکر می‌کنم کانفیگ مناسبی باشه. واو بچه رنگ اسپیس گری هست پسر. لونا جا ما داریم اینجا ویدیو میگیریم ها. خب مکبوک پرو احساس کنم لوگوش یکم بزرگتر شده ولی از نظر کیفیت اون فیلینگی که به شما میده فوق‌العاده است. خود لپتاپ بهش برسیم ببینیم داخل جعبش چیا داریم. خب سیم شارژر مشکی چه جالب. خب اینم که قطعا دفترچه راهنما اینجور چیزاست که خیلی باش کاری نداریم احتمالاً. آره همینه دیگه. و شارژر بچه‌ها اوکی ببین دو تا آپشن توی سایتش هست برای انتخاب شارژر. این شارژر 70 واتیه که خیلی سایز کوچیک‌تره، حمل و نقلش راحت‌تره. یه شارژر 96 واتی هم داره که حالا برای کار سنگین استفاده میشه و اینکه بخواید مثلا توی 30 دقیقه حداقل 50% براتون شارژ کنه. در واقع اون فست شارژ اینه. حالا خیلی اگه اهل مسافرت و ترافل کردن اینا نیستی و براتون مهم نیستش که خیلی سریع شارژ دهی و براشون انجام بده، همین دیفالتی که روی این میاد براتون کافیه و دیگه چیز دیگه ای نیستش. این هم خود لپتاپ. واو خودش روشن شد. به قول دوستان برگام. این لایه آخرم دیگه فکر کنم آخری باشه بکنیم. خیلی زیباست. بچه ها دیسپلی جدیدم در واقع چیزی که روی سایت اپل بود این بود که شما میتونید یه حالت نانو تکسچر هستش که یه هزینه هولوش 150 تا 170 دلاریه بعد اضافه میدادید و قابلیتش این بود که توی روشنایی در واقع رفلکت کمتری داره و شما توی اگر جایی مثلا پرنور دارید کار میکنید در واقع نور کمتر از دیدتون میکنه. ولی چون من بیشتر تو محیط خونه بودم و اینا و خیلی برام مهم نبود و حالا طبق فیدبک هایی که خونده بودم تو سطح اینترنت این که این حالت استاندارد یعنی همین که الان هست شما پیکسل ها رو با دقت بیشتری میبینید تا اون با وجود اون نانو تکسچر حالت مت میگیره به خودش. اگر به تازگی است که ویدیوهای من رو میبینید، من فرشاد نادری هستم از تورنتو کانادا. سعی میکنم از تجربیات و روزمرگی‌های زندگیم با شما به اشتراک بذارم
خوشحال میشم که حتما حمایت بکنید. لایک و سابسکرایب انگیزه مضاعفی به من میده که بتونم ویدیوهای بعدی رو با انرژی بیشتری براتون بسازم. بیاید یه نگاهی هم به پورت های لپتاپ بندازیم. در یک سمت از لپتاپ پورت HDMI و همینطور USB-C که تاندربولت 4 برای نسخه M4 و تاندربولت 5 برای نسخه M4 Pro و M4 Max هست که سرعت تا 120 گیگابیت بر ثانیه رو به شما ارائه میده و همینطور ما SD کارت ریدر رو داریم. و همینطور در سمت دیگر لپتاپ ما جای شارژر که MagSafe 3 هستش و دو تا USB-C دیگه که تاندربولت 4 هست و برای همه نسخه ها همین ورژن هست و همینطور یه جک 3.5 میلیمتری هدفون و همچنین خبری از USB-A نیست. بچه ها تست کامرای لپتاپ رو داریم انجام میدیم به یک دوربین 12 مگاپیکسلی با کیفیت 1080 مجهزه که به نظرم فوق العاده است. من الان توی اتاق نشستم، بیرون هوا ابریه و چراغ روشنه توی اتاق و کیفیت خوبی داره ارائه میده. نظر شما چیه؟ تو کامنت برام بنویسید. خب بچه از اسپیکرهای لپتاپ هم نباید گذشت، واقعا کیفیت فوق العاده‌ای داره. 6 تا اسپیکر داخلش هست و خروجی بسیار عالی هستش که میتونید شما تجربه بکنید از یک لپتاپ. بریم با هم یه دونه آهنگ رو بشنویم. All day, all night, Radio Javon. مثل اولاش تو عاشقم نباش به یاد اون شبا که با تو حس تازه داشت. خب بچه با هم بریم قیمت های مکبوک پرو ها رو با هم ببینیم و همینطور در آخرش بهتون یه تریکی رو بگم که چجوری میتونید با قیمت کمتری از سایت اپل کانادا خرید بکنید. خب همینطور که میبینید مدل بیس M4 از $2100 شروع میشه و خب هرچی این کانفیگش میره بالاتر در واقع خب قطعا گرونتر میشه. نکته جدیدی که هستش اینه که دیگه از رمای 8 گیگی و استوریج 256 گیگی که همیشه اولین و بیس ترین مدل مکبوک ها بودن دیگه خبری نیست و خوشبختانه دیگه از 16 گیگی و از 512 شروع میشه. خب مدلی که من تهیه کردم مدل M4 Pro هستش، مدل بیسش که با 12 کور CPU و 16 کور GPU میاد و همینطور 24 گیگ رم داره و 512 گیگابایت حافظه SSD داره که قیمت اون $2700 کانادا هستش. حالا میخوام بهتون میگم که چطور میتونید یه تخفیفی از اپل بگیرید. اینجا شما میبینید که $2700. حالا ببینید با این تریک قیمتش چند میشه و به راحتی میتونید آنلاین از این تخفیف استفاده بکنید. خب شما اگر سرچ بکنید Apple Education Pricing، اولین لینکی که براتون میاد از اینجا به بعد هر پروداکتی رو که انتخاب بکنید اون تخفیف ایژوکیشن روش اپلای میشه. به طور مثال ما همین مکبوک پرو میریم جلو، قیمتی که اونجا دیده بودیم چند بود؟ 2700. قیمتی که اینجا هست چند؟ $2509. پس یه چیزی هولوش $200 شما به راحتی میتونید تخفیف بگیرید و نیاز بهش اثبات و پروفی هم نداره. راحت از همین آنلاین پرداخت میکنید و میرید از استور یا دلیور میخواید براتون بشه یا برید از استور خودتون پیکاپ کنید انجام میدید. امیدوارم که این نکته به دردتون خورده باشه. بریم ببینیم که سرعت خوندن و نوشتن دیسک به چه صورت هست. خب همونطور که میبینید هولوش 4000 مگابایت بر ثانیه سرعت نوشتن و هولوش 5000 مگابایت بر ثانیه سرعت خوندن دیسک هست که به نظر این آمار فوق العاده است. نظر شما چیه؟ از نظر عملکرد باید بگم که فوق العاده است. من همزمان که دارم روی در واقع ادیت ویدیو روی نرم افزار کپکات کار میکنم، فتوشاپ رو باز دارم، کلی اپلیکیشن های دیگه کم تو میبینید و کروم و کلی تب و نکته جالب اینه که اصلا به برق وصل نیست، روی باتریه و خیلی تجربه تمیز و راحت بدون هیچ لگ و کندی هستش و راحت دارم روی تایملاینم کار میکنم. و نکته جالب تری که تجربه جدیدی برای خودم بود این بود که اصلا فن این لپتاپ رو من صداشو نشیدم و اصلا روشن نشده. حالا بر اساس تجربه قبلی که روی لپتاپ های قدیمیم داشتم تا فتوشاپی باز میشد، یه برنامه ساده حتی
سریع فنا شروع میشه به کار کردن و لپتاپ داغ میکرد، ولی الان نه، کاملا بی سر صداست، فنا اصلا روشن نشده. حالا نمیدونم این روی نسخه های M4 یا روی نسخه های M2 یا M3 یا حتی M1 هم به این شکل هست. اگر از شما تجربه کار کردن با سری M1 M2 و M3 رو داشتید که قشنگ به این شکلی که گفتم بودش، یعنی فنی روشن نشه، سر صدای از لپتاپ نیاد، به هم حتما بگید. جالبه بدونم که این اتفاق فقط برای سری M4 یا حالا توی نسخه‌های قبلی هم همین تجربه رو میشه داشت. خب اینجا میتونیم یه نگاه کلی داشته باشیم به اینکه هر سری که نسخه M معرفی میشه چقدر نسبت به نسخه پیشینش افزایش عملکرد داشته. خب همونطور که میبینید این نمودار صعودی رو نسخه M3 نسبت به M2 20% افزایش داشته و M4 نسبت به M3 22% افزایش عملکرد داشته. همینطور یه مقایسه انجام شده با اینتل کرای 9 که در واقع عملکردش بین M2 و M3 بوده و توی در واقع بنچمارک سینگل کور پرفورمنس. و حالا اگر بیایم سراغ مولتی کور پرفورمنس، این روند صعودی طی شده. M4 نسبت به M3 21% افزایش عملکرد داشته و امتیازش عقب‌تر از اینتل کرای 9. اما وقتی بحث از سریای پرو میشه مثل M4 پرو، اینجا دیگه رقابت رو اینتل به اپل میبازه و 25% نسبت به M3 پرو افزایش عملکرد داشته که خیلی واقعا نتیجه جالبیه. دوستانی که قصد خرید دارید، واقعا خود M4 ساده هم نیازمندی ها و کارهای روزمره شما مثل همین ویدیو ادیتینگ و فتوشاپ و دیزاین و اینها رو برای شما انجام میده. ولی اگر خیلی دیگه کارهای سنگین، رندرینگ های سنگین، پروژه خفن، پروژه 3D دارید انجام میدید، بهتر که حداقل با M4 پرو شروع بکنید. من خودم نسخه رو انتخاب کردم که بتونم حداقل یه سرمایه‌گذاری چندین ساله روی این لپتاپ داشته باشم و حالا به فکر عوض کردنش نداشته باشم. امیدوارم از این مقایسه لذت برده باشید. نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. خب از نظر سخت افزاری سعی کردیم تمام جوانب رو بررسی بکنیم، ولی از نظر نرم افزاری هم در واقع قابلیت ها و ویژگی جدیدی اضافه شده به مک او اس نسخه 15 که اون هم اپل اینتلیجنس، هوش مصنوعی اپل هستش که قراره تو یک ویدیو جداگونه در مورد اون با هم صحبت بکنیم، ببینیم که چه ویژگی‌هایی داره و چجوری میتونه کار ما رو راحت‌تر بکنه. دنیای AI و هوش مصنوعیه. پس حتما با ما همراه باشید. لایک، سابسکرایب فراموش نکنید. اون زنگوله رو هم بزنید که ویدیوی بعدی آپلود شو حتما در جریان قرار بگیرید و جزء اولین نفرها باشید. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود. دوستان لونا هم میخواست بگه خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.